حدود 100 سال پیش، یعنی 3 اسفند ماه 1299، رضاخان میرپنج با سپاه ارتباط همدان و لشکر پیاده نظام قزوین وارد تهران شد. ایران 2 سال از قحطی و فقر و گرسنگی رو پشت سر گذاشته بود. از 20 میلیون نفوس ایران حدود 9.5 میلیون نفر از وبا و طاعون و حصبه و خناق مرده بودند. این بزرگترین کشتار بشریت به تناسب جمعیت یک کشور به دست بیماری در کل ادوار کره زمینه. کشتاری در حدود 50% جمعیت ایران و گاه کسی نبود که جنازه ها رو جمع کنه. رضا پهلوی هنگام ورود به تهران با صحنه عجیبی روبرو شد، با مردمی که دست در خشک خود داشتند. در لشکر مباشری داشت به نام نایب حسین. از او جریان را جویا شد. نایب حسین گفت: سردار سپه، بیماری در این شهر به غایت رسیده است. نیمی از مردم دچار سوزاک و سفلیس و نیمی گرفتار تراخم و سالک و شپش هستند. بقیه هم از صدقه سر انگلیسی ها سوخته تریاک را گرانتر از تریاک میخرند و مصرف میکنند. رضاخان از دروازه قزوین به باغ شاه که خارج از تهران بود رفت. این قصر متروکه مظفرالدین شاه بود که بعداً پادگان شاه شد. این باغ متروکه نگهبانی داشت به نام میرزا حبیب خان. میرزا حبیب خان به رضا پهلوی گفت: چرا به باغ شاه آمدید؟ به کاخ گلستان می رفتید؟ رضا خان گفت: قصدم تفریح و استراحت و کشورگشایی نیست. برای سر و سامان دادن به این خراب شده آمدم، اما نمیدانم چه کنم. کدام را درست کنم؟ یاغی ها را دستگیر کنم؟ 7 کرور پول بدهی محمد علی شاه و احمد شاه را که از بانک استقراضی روس و انگلیس گرفتند را پرداخت کنم، یا برای این مردم شفاخانه بسازم؟ میرزا حبیب خان گفت: به وضعیت خودت سر و سامان بده. اگر به این رعیت سر و سامان دهی، روزی با پای برهنه خواهی رفت. 20 سال گذشت. رضا شاه یاغی ها را سرکوب کرد، بدهی بانک ها را پرداخت کرده و شفاخانه درست کرد. بیمارستان های نجمیه، امیر اعلم، طرفه، سینا، فارابی، لقمان و 500 تخت خوابی یادگار آن دوران است. پروفسور یحیی عدل را از فرانسه به ایران آورد. پروفسور در دانشگاه طب تعلیم میداد و پزشک تربیت میکرد. رضا پهلوی جاده و پل و تونل ساخت، راه آهن ایجاد کرد، بندرگاه ساخت و اداره شیلات و اداره چای را تأسیس نمود. شهربانی و کلانتری و آگاهی و پزشکی قانونی احداث کرد. پادگانها را به خارج شهرها منتقل نمود. دادگستری و وزارت دارایی درست کرد. بانک سپه و بانک ملی را تأسیس کرد. آموزش و پرورش را بنا نهاد. حدود جغرافیایی و مرزهای ایران را مشخص کرده و سر و سامان داد. پول رایج مملکت را رونق بخشید و به معاملات تهاتر و پایاپای پایان بخشید. افراد مسن را از کشیدن سوخته تریاک نجات داد و کپون تریاک را در داروخانه ها ارائه می کرد و اداره تنباکو را تأسیس نمود. با معتادان کم سن و سال و میان سال به شدت برخورد می کرد. بیماری های واگیردار را ریشه‌کن نمود. احتکار را برانداخت و محتکران و کمفروشان را سخت مجازات نمود و قحطی را پایان بخشید. به کشاورزی سر و سامان داد و به لایروبی و احیای مجدد قنات کشور پرداخت و در سایه تأسیس بانک کشاورزی اداره غله را تأسیس نمود. به واژه حرم سرا پایان داد و بعد از کوروش کبیر اولین پادشاهی بود که حرم سرا نداشت. صنعت چاپ را راه اندازی نمود. دانشگاه تهران را به پیشنهاد روانشاد پروفسور حسابی تأسیس کرد. شهرداری ها را نظم بخشید و اصول خیابان کشی را در ایران اجرا نمود. تاکسیرانی را احداث کرده و حمل و نقل عمومی را بنا نهاد. ساخت آرامگاه فردوسی، آرامگاه حافظ، موزه حضرت معصومه، کتابخانه ملی ایران، آرامگاه عطار و خیام و بابا طاهر و کمال الملک و نادرشاه افشار، ساخت سپاه دانش، بازسازی حرم و گنبد امام رضا، تأسیس دانشگاه‌های خواجه نصیر، علوم اقتصادی، صنعت نفت،
تبریز، جندی شاپور اهواز، هنرهای زیبا و فردوسی مشهد و علوم دریایی و دانشگاه افسری، احداث موزه هنرهای معاصر و موزه فرش ایران و تالار رودکی و وزارت علوم، سرکوب تجزیه طلبان شمال و دیگر نقاط کشور که بعدها به غلط آزادی خواه خوانده شدند، تنها بخشی از خدمات رضا پهلوی است. همه این خدمات اساسی و بنیادی را در مدت کمتر از 20 سال و در نبود امکانات و تجهیزات و ادوات مهندسی امروز با مردمی گرسنه و قحطی زده و بیمار و بیسواد انجام داد. زمانی که در جنگ جهانی دوم و به خاطر فشارهای آلمان نازی بابت عدم اخراج کارمندان آلمانی در کارخانجات از یک طرف و فشار متفقینی مثل انگلیس و روسیه بابت اخراج کارمندان آلمانی از طرف دیگر و اجازه ندادن رضاخان به انگلیس و روسیه برای جابجایی وسایل و سلاح‌های نظامی از راه ایران به روسیه، انگلیس و روسیه از بابت کینه‌ورزی از چند جبهه به ایران حمله کردند و در پی خیانت برخی سران ارتش و عدم حمایت مردم و عشایر، هم از سر ترس هم به خاطر این اعتقاد که خود انگلیس رضاخان را آورده و خودش هم دارد برمی‌دارد، از رضاخان پهلوی حمایت نکردند. رضاخان نیز برای عدم کشتار و بی‌طرف ماندن در جنگ جهانی دوم و همین که زحمات 20 ساله اش از بین نرود و حکومت پهلوی با انتصاب پسرش پابرجا باشد، مجبور به استعفا و تفویض قدرت به ولیعهد و ترک کشور شد. وقتی می‌خواست در بندر عباس سوار کشتی مهاراج طنطورخان شود، پیرمردی او را صدا زد. رضا شاه ایستاد. سپس از وی پرسید: خواستم ببینم بعد این همه خدمت با پای برهنه می‌روی یا با کفش؟ اشک رضاخان را مردم برای اولین بار دیدند. آن پیرمرد همان میرزا حبیب خان، نگهبان باغ شاه.